ما هر یتیمی به پدریم. شما یتیم نیستید، شما پدر و مادر دارید. پدر و مادر شما دولت، برابر دولت. خب ما شما را تربیت میکنیم، نگاه و بین میکنیم. همه طرفا ناز کنید. ما پدر همه یتیمان هستید. الله ابدا سایبان سر ما باشد جناب عالی. دائما با تاکید میکنم که یک جا سفر کردین، حق برین همسایه چپ و راست نگاه کنید که چی گونه زندگی دارد. سر یک یتیم سجده کنید. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دو کار کنیم. مرتبهش از روزه، از نماز، از خانه خدا زیارت کردن بلندتر است. یکم اصلا کار شبک و آسان این خدمت به پدر و مادر و دعای نیک پدر و مادر گرفتن. توی بعد از خدا، بعد از وطن، یکتای ما، دنیای ما، در مهر طاق ما. آموزانیدن علم برای کسی که نمیداند صدقه است. خود را با علم بخشیدن این قرابت به خداوند است. راه آموزش علم راه جنت است. و دست دعا می بردارم برای فرزندانی عاقلم، قابلم، پردلم که آبرومندی بیاموزند از این رودبار، سرافرازی بیاموزند از این کوهسار، پاک دلی بیاموزند از این فضای بی‌غبار. خودی تربیت فرزندم صدقه است. فرزندانم جان پیوندی کشور باشد. باوری نداشت که تاجیکان نمیتوانند. در دنیا کار نمیشدگی نیست، فقط ذوق داشتن مانده کار. صدقاً دولت و وطن خود را، فرهنگ و تمدن قدیمه ملت تاجیک را دوست داشتن مانده کار. در زبان نه، با قلب، با کار و رفتار و کردار و عمل خودمان اثبات کردن مانده کار که ما در اصل صاحب وطن هستیم، صاحب تمدن هستیم، تمدن ساز هستیم. خدای متعال آینده تاجیکستان را درخشان نماید. بسم الله الرحمن الرحیم.
یادآوری نداشت که تاجیکان نمیتوانند. در دنیا کار نمیشدگی نیست، فقط ذوق داشتن در کار. صدقا دولت و وطن خود را، فرهنگ و تمدن قدیمه ملت تاجیک را دوست داشتن در کار، در زبان نه، با قلب، با کار و رفتار و کردار و عمل خودمان اثبات کردن در کار که ما در اصل صاحب وطن هستیم، صاحب تمدن هستیم، تمدن ساز هستیم.